سلام. این ویدیو دوم از بحث ما درباره کتاب داشتن یا بودن اریک فرومه. ما تو ویدیو قبلی یه بحثی رو شروع کردیم راجع به این کتاب و یه مقدماتی گفتیم اساساً راجع به اریک فروم و خیلی کوتاه راجع به اینکه این آدم کی بوده، تو چه حوزه‌هایی کار می‌کرده، چه کتاب‌هایی داشته و یه مقداری هم وارد فضای کتاب شدیم و اینکه اساساً چه مسئله اریک فروم رو وامی داره که بره سراغ این دوتا مفهوم و راجبش یک کتاب بنویسه. بحث ما رسید به بحث اینکه در زبان یک اتفاقی افتاده و اریک فروم اینو شناسایی میکنه، اونم به کار رفتن افراطی فعل داشتن در کنار اسم که برای اشیا به کار میده به جای افعال مرسومی که نشان از فعالیت، اکتیویتی، عاملیت، ایجنسی و یک عمل و فعل دارن در واقع. یعنی اونها از زبان انگار کنار رفتن. ما وقتی که میخوایم راجع به فعلمون صحبت کنیم اون رو در قالب داشتن به کار میبریم و رسیدیم به بحث عشق که حتی فراتر از اشیا که خب طبیعیه که ما رابطه اون باش رابطه داشتن باشه، ما راجع به بقیه چیزای زندگی مثل عشق هم به این درک و دریافت رسیدیم و گفتیم که مثلا مقاله‌ای که مارکس و انگلس در واکنش به اون سخنی که عشق رو به عنوان یک الهه ستمگر و یک فتیش و یک بت در واقع تجسم میکرد، میان از حق انسانی عشق دفاع میکنن، از عاشق دفاع میکنن در برابر عشق به عنوان یک ابژه یا یک شیء که چرا ما با عشق اینجوری برخورد میکنیم. بحث ما تا اینجا رسید. اریک فروم این بازی رو ادامه میده و میره توی اتاق روانکاوی، چون خودش هم روانکاو بوده احتمالاً. میگه توی اتاق روانکاوی یک بیماری نشسته، داره برای پزشکش توضیح میده، در واقع تراپیستش برای درمانگرش توضیح میده که من چه عارضه‌ای دارم. حالا من خودم الان از این جمله استفاده کردم، عارضه‌ای دارم. میگه که اون بیمار، اون فرد مراجعه کننده میگه آقای دکتر یا خانم دکتر، من یه مشکلی دارم، من یه نگرانی هایی دارم، من بیخوابی دارم، یا میگه من یک خونه ای دارم، من یک ازدواج سعادتمند یا خوب دارم، من یک فرزندان برومند دارم و قص الهازا. هم برای همه اینا فعل داشتن به کار میبره، در صورتی که در حقیقت یا در گذشته تر همین فرد در همین موقعیت به جای اینکه بگه من مشکلی دارم گفته من دچار یه مشکلی شدم، من نگرانم، به جای اینکه بگه من نگرانی دارم. یا میتونسته بگه من شبا خوابم نمیبره یا نمیتونم بخوابم، بیخواب شدم، به جای اینکه بگه من بیخوابی دارم. شاید فکر کنیم یه ذره اینا حساسیت‌های زیادیه، ولی پشت این واژه‌ها، پشت این زبان محاوره‌ای روزمره و پشت این فرکانس در واقع داشتن در زندگی روزمره که توجه اریک فروم رو جلب کرده، معناهای زیادی خوابیده. ما دوچار بودن و فاعل بودن رو از دست دادیم. انسان زندگی و تجربه زنده رو از دست داده. انسان در فرایند بودن، در دل زندگی بودن رو از دست داده و این رابطه داشتن، رابطه مالکیت، رابطه تصاحب، اونرشیپ، این که من خودم رو مالک همه چیز میدونم و همه چیز میشن دارایی های من، این نشان از اینه که اون جریان زندگی از بین رفته. اون جریان زندگی همون بودنه، بینگ ماست، همون وجود ماست، همون جاییه که ما موجودیت پیدا میکنیم، واقعیت وجودیمون اونجاست، هستیمون اونجاست، زیست واقعیمون اونجاست، بینگمون اونجاست. این اون منطقه بودنه. مفهوم فلسفیه در نگاه اول و شاید سخت بشه بهش رسید، ولی وقتی که ما
نقطه متضادش رو بررسی میکنیم که داشتنه و این دنیا پر از داشتنه و این داشتن هم از همون نظم اجتماعی مسلط بر جهان، اون جهان اریک فرم و جهانی که تا زمان ما امتداد پیدا کرده علیرغم همه تغییراتش، ولی اون روحش حاکمه که جامعه صنعتی مدرن سرمایه‌داری لیبراله که در واقع دو تا عارضه مهم ایجاد کرده. غیر از اون بحث شادکامی که گفتم در واقع یه وعده بزرگی بوده که تقریبا شکست خورده و اون هم دو تا عارضه بزرگی، یکیش خودخواهی، منیت، خودپرستی در اثر حالا فردگرایی افراطی و نمیدونم توجه به خود و نیازهای خود و فلان و اینها، و یکی هم حرص و آز و طمعه. این ماشین جهان به این دوتا نیاز داره برای بقای خودش، ولی انسان به ما و انسان، اگر قضیه رو بخوایم انسانی و اومانیستی نگاه کنیم، همچنان که اریک فروم نگاه میکرد، انسان برای بقای خودش به بودن احتیاج داره، ولی این سیستم جهانی برای بقای خودش به داشتن نیاز داره و به آدم‌هایی که داشتن هویت اصلیشونه، داشتن اون زندگیشونه، داشتن اون روح همیشه حاکم زندگیشونه، اصلا داشتن خودشونو با داشتن تعریف بکنن. نکته اینه، نکته از این تضاد شروع میشه که اینکه انسان منافعش و هستیش و بقاش و خیرش و سعادتش و اون غایت و هدفش در این دنیا برای اینکه رضایت داشته باشه، به سعادت برسه، به خوشبختی برسه، برای اینکه آروم باشه، به آرامش برسه. یکی از کلیدواژه‌های مهم اینه. این تضاد داره با منافع سیستم به معنی کلی. سیستم یه راه دیگه ای داره میره، راهش از راه انسانی جدا شده که من مشخصاتش تو ویدیو اول گفتم. یه نقل قولی میاده اینجا، لازمه که یعنی جاشه که من اینو بگم، از آلبرت شوایتزر. آلبرت شوایتزر در واقع یک پزشک، فیلسوف، الهیدان و یک متفکر بزرگ بوده که اهل کار خیر هم بوده و خیلی امور خیر در کشورهای مختلف از جمله آفریقا انجام داده و در سال 1952 میلادی در اواسط قرن 20 جایزه صلح نوبل رو میگیره و یک جملاتی در سخنرانی که میکنه در هنگام دریافت جایزه، جملاتی میگه که اریک فروم در این کتاب آورده. جملات جالبیه. شوایتزر میگه که در اون جملاتش در نیمه قرن 20 پس از پایان اون جنگ‌های جهانی، پس از پایان در واقع اتفاقاتی که سرنوشت دنیا رو خیلی عوض میکنه و در اوج اون جامعه‌ای که اون نظمی که در واقع داره بر جهان حاکم میشه، میگه ببینید ما اون ابرمرد رو بهش رسیدیم، بشر به اون ابرمرد رسید و این ابرمرد نیروی ابر انسانی هم پیدا کرد، قدرت پیدا کرد، ولی خرد ابر انسانی پیدا نکرد و میگه که هر چی که بشر قدرتش بیشتر میشه، انسان به یک موجود ضعیف و ضعیفتر تبدیل میشه و ما هر چی در ابرمردی پیش میریم غیر انسانی تر داریم میشیم. خیلی تعبیرات عجیبیه، مرد، بشر، ابرمرد در برابر انسان. این همون تضاد انسان و سیستمه، این همون چیزیه که در واقع تضادیه که ما در اون وعده بزرگ میبینیم، در اون انسانی که تو اون وعده بزرگ تعریف شده میبینیم که ابرمرد و بشر مدرن پیشرفته قدرتمند اصطلاحاً و این انسانی که به لحاظ انسانی و ارزش وجودی و بودن داره ضعیف و ضعیفتر میشه، موقعیتش داره تنزل پیدا میکنه، آسایشش، اطمینانش و خیلی چیزهای دیگهش داره گرفته میشه، در واقع آرامشش رو از دست میده، زیستش رو از دست میده، زیست طبیعیش رو و بودنش.
بودن از این جاها میاد بیرون، از لای این بحثا بودن میاد بیرون. و برای اینکه بهتر بفهمیم 2 کلید واژه من از متن این کتاب، از دل حرفای اریک فروم استخراج کردم. یکی همونی که از مارکس وام میگیره، از خود بیگانگی، اساساً بیگانگی، alienation، و یکی هم بحث زنده بودن، تجربه زنده در زندگی که در زمان حال اتفاق میفته، که این دومیه به خصوص یک نگرش عرفانی توشه، چیزی که حضور درش معنا پیدا میکنه، چیزی که زندگی در لحظه درش جاریه. اساسا این بودن از دل یه بحث عرفانی میاد. حالا عرفان که میگیم هم عرفانای شرقی هم غربی، گفتم بهتون که هم بحث بودا، دائو، حتی یا تائو، دائوئیسم و تائوئیسم که در اون کتاب در واقع دائو ده چینگ یا تائو ته چینگ از لاو تزو، در واقع حکمت چین باستان، بحث در واقع بودا در هند و بودیسم، هندویسم، و بعدش میاد عرفان مسیحی، عرفان یهودی که اکهارت، قدیس اکهارت در واقع چهره برجستش بود. حالا اریک فروم به اینا اشاره نمیکنه، ولی ما در دل عرفان خودمون، در کشور خودمون ایران، مولانا، خیام و چهره‌های دیگه، حافظ، سنایی، توی دل اینا، عطار، بریم بگردیم نشانه‌های مشترکی پیدا میکنیم از اینکه همشون انگار ما رو دارن سوق میدن به همین زیستن در لحظه، به همین حضور، به همین بودن، به همین تجربه زنده. چیزی که توش عشق هم خیلی پررنگه، چیزی که توش آگاهی خیلی نقش داره، بیداری، روشنبینی، enlightenment، و اینها رگه های مشترکه و حتی اساره مشترک همه اینا رو اگه بخوایم بگیم، اینا همشون دعوتی به یه چیزهایی در برابر یه چیزهای دیگه. 3 تا مثلا گزاره میشه بهش رسید که اینها همه دعوتن به وجود در برابر تملک، اینها همه دعوتن به عشق در برابر حرص، و اینها همه دعوت کننده هستند به زندگی در برابر انباشت، و دعوت دارن میکنن به لحظه حال که زمان توش زدوده میشه. لحظه حال بی زمانه، لازمانه، همینی که هست. بودن هم لازمانه، ولی داشتنهای ما، دنیای داشتن توش زمانه، توش گذشته، حال، آینده است، و توش حرص و طمعه، عشق توش کمرنگه، ایمان توش کمرنگه به اون مفهوم متعالیش. اساساً تعالی، تکامل، معنویت، رشد و توسعه شخصی توش کمرنگ میشه. جهانیه که جهان مصرفه، جهان تملکه، جهان قدرت و سلطه است. این جهان دعوت به مرگ. حتی اگر اون 2 تا غریزه اصلی رو در نظر بگیریم که اریک فروم میگه، فروید هم میگه، اینا همه مرگگران، ولی جریان زندگی همون جریان بودنه، تجربه زنده است. پس میشه اون تجربه زنده و بیگانگی میشه 2 تا کلید واژه‌ای که به ما میگه که ما الان در منطقه بودن هستیم یا نه در منطقه داشتن. و اریک فروم خب این داشتن رو الان در برابر بودن گذاشته، ولی یا در واقع بودن رو در برابر داشتن گذاشته، ولی بودن رو در کنار 2 تا چیز دیگه هم میذاره. نه اینکه به عنوان قطب متضاد، دوگانه اصلیش همین 2 تاست، ولی میگه بودن یک جورایی در کنار نمایان شدن هم هست که ما رو یاد اون بحث شوپنهاور هم میندازه که میگفت چیزی که هستیم، چیزی که داریم، چیزی که مینماییم. منظورش اینه که در واقع بودن یک حقیقتی توشه، یک اعتباری توشه، یک صداقتی توشه، و مرز بین بودن و نمایان شدن مرز بین حقیقت و مثلا اون فریبکاریه که ما چهره ها و نقاب هایی که تو جامعه میزنیم برای اطرافیان و برای دیگران، و در برابر بودن رو در برابر شدن هم میذاره. becoming، در واقع شدن توش تحول، تغییر، دگرگونیه. و اریک فروم معتقده که بودن با شدن همگام، ملازم، همراهه. در بودن اساساً شدن هست و میگه که چیزی میتونه باشه که بشود و چیزی میتونه
در واقع وجود داشته باشه که بتونه تغییر کنه، دگرگون بشه. یعنی این دوتا با هم همزمان با هم دیگه پیش میرن که این رد پاش تو فلسفه هم هست، فلسفه غرب به خصوص، که من توضیح نمیدم چون خیلی طولانی میشه. در هر صورت اریک فرم پایه های فکرش رو و اون کمبودی که در این دنیا، اون باگی که به اصطلاح امروزی ها میبینه در بودن جستجو میکنه و منطقه داشتن و منطقه حرص، تملک، تصاحب و مالکیت میدونه که منطقه‌ایه که توش از خود بیگانگیه، منطقه‌ایه که توش رابطه ما با جهان رابطه مثل رابطه ما با اشیاء. من این دریافتم بود از این بخشا. البته اریک فرم وارد یه بخش جذاب دیگه هم میشه که اون هم در واقع تجربه این دوتا فعل داشتن و بودن در زندگی روزمره است. مثلا میگه در دانش، در به یاد آوردن، به یاد سپردن و از یاد بردن، در عرض به خدمت شما، در مثلا عشق، در ایمان، در یادگیری داشتن چجوریه، بودن چجوریه. یعنی آدمایی که تو یادگیری اهل داشتنن چه شکلیان، چجوری یاد میگیرن، اونایی که اهل بودنن چجوری یاد میگیرن. و توش نقطه مشترک تو همه این حرفا، چون اگه بخوام وارد جزئیاتش بشیم خیلی زمان میبره و خوبه که اساسا خود کتاب رو بخونیم چون خیلی لذت بخش و شیرین و آموزنده است. نقطه مشترک همه اینا اینه که اونی که به وجود من نشست در دانش، در دانستن، در واقع در یادگیری، در عشق، در ایمان، اونی که تو وجود من اومد، بخشی از وجود من شد، اونی که بخشی از من شد، بخشی از زیست من شد، من تجربهش کردم به صورت زنده، حسش کردم، زیستش کردم به معنای واقعی کلمه، اون میشه بودن من. بقیهش همه داشتنهای منه، همش دارایی‌های منه. حالا اگه 1000 تا مدرکم داشته باشم، 1000 تا کتابم خونده باشم، 1000 تا چیز بدونم و 1000 تا عشق رو مثلا داشته باشم، 1000 تا دارایی‌های مختلف، حتی ادعای ایمان بکنم، اونی که میاد در وجود من، اونی که عمیق میشه در من، اونه که میشه منطقه بودن من. تو همه اینا این مشترک. اریک فرم اونجایی که صحبت از در واقع فردی میکنه که پیش روانکاو رفته، یک عبارتی داره دیگه، گفتم بهتون، میگه فرد میگه که من مشکل دارم، ولی در واقع باید بگه من دوچار مشکل شدم. من از این کلمه دوچار یاد شعر معروف سهراب سپهری، شعر مسافرش افتادم. یه بندی داره اونجا سهراب به زیبایی میگه. البته سهراب هم به نظر من، سهراب سپهری میدونسته که چی داره میگه، چون اون هم در واقع تحت تاثیر عرفان‌های شرقی، حکمت شرقی بوده و خیلی با طبیعت پیوند نزدیکی داشته. یکی از ویژگی‌های همین بودن پیوند با طبیعت، برخلاف داشتن که به فکر تسلط بر طبیعت. این یک جوری زیست هماهنگ با طبیعت تو بودن و تو همون در واقع مکاتب شرقی بیشتر. اساساً هم اینا بهتون بگم که بودن یه مقداری شرقی تر، داشتن یه مقداری غربی تر. البته نمیشه مرز مشخصی براش گذاشت ولی عمدتاً اینجوریه. سهراب میگه که همیشه فاصله‌ای هست، دوچار باید بود. دوچار یعنی عاشق. و فکر کن که چه تنهاست اگر که ماهی کوچک دوچار آبی دریای بیکران باشد. خیلی زیباست. مقام دوچار بودن و شروعش اینه که همیشه فاصله‌ای هست. کدوم فاصله رو داره سهراب میگه به نظرتون؟ من احساس میکنم وقتی اریک فرم این مسئله رو مطرح میکنه، این دوگانه رو، و وقتی تو زندگیامون تست میکنیم، همیشه بین داشتن و بودن یه فاصله‌ای هست. همیشه بین اینها یه گپی هست، همیشه شکافی هست، همیشه فاصله‌ای هست. یعنی همیشه فاصله‌ای هست با اون زندگی حقیقی و اصیل، با اونی که من تو لحظه حضور داشته باشم. همیشه یه فاصله‌ای هست، همیشه فاصله‌ای هست. ولی سهراب میگه دوچار باید بود. راه اونی که به قول اریک فرم آموزگاران بزرگ راه زندگی همشون در طول تاریخ گفتن، که اون میگه که بودا، عیسی، اکهارت فلان، از اینها مثال میاره و ما میتونیم افراد دیگه ای رو هم از همین کشور خودمون بهش اضافه کنیم. همشون آدرسشون همونجاست، دوچار بودنه. دوچار باید بود. و بعد میگه دوچار یعنی عاشق.
که گفتم عشق هم در مکتب و تفکر اریک فروم مهمه، کتاب اصلا راجبش نوشته. دوچار یعنی عاشق، و عاشق رو در مقام فاعل داره به کار میبره، نه کسی که عشقو داره. و بعد میگه و فکر کن که چه تنهاست اگر که ماهی کوچک دوچار آبی دریای بیکران باشد. خب این شعر هم تفسیرهای مختلفی داره، ولی من خیلی به این موضوع فکر کردم که چرا سهراب نمیگه دوچار دریای آبی بیکران. قاعدتا باید اینجوری بگه دیگه، چون آبی صفت دریاست، ویژگی دریاست در واقع. بگه که دوچار دریای آبی بیکران. چرا میگه دوچار آبی دریای بیکران؟ یا اساسا چرا دوچار رو به کار میبره؟ البته قبلش گفته دوچار بودن، مقام دوچار بودن. چرا نمیگه ماهی در دریاست؟ ماهی دوچار دریاست. ماهی در دریا زیست میکنه، در دریا بودن داره، در دریا هست، در لحظه دریا بودن هست. و دریا خودش یک شیئه. اگر بگه دوچار دریا، خب دوچار شیء که نمیشه شد، شیء فقط میشه داشت. دوچار چی میشه شد؟ دوچار زندگی میشه شد. به خاطر همین میگه که دوچار آبی دریا، چون آبی دریا که میگه آبی کیفیت دریاست، آبی زندگی دریاست، و آبی بودن بودن دریاست. ماهی دوچار بودن دریاست، نه دوچار خود دریا. اینا خیلی معنی داره و خیلی وقتا ما وقتی همچین کتابایی رو میخونیم، مثل کتاب اریک فروم، مثل کتاب شوپنهاور، ذهن ما باز میشه به روی خیلی از اشعار و نمیدونم ضرب المثل و خیلی از چیزایی که تو فرهنگ خودمون داشتیم. مثلا این یه نمونهش، حالا خیلی میشه نمونه‌های دیگه پیدا کرد. من همینجا تا همین مقام دوچار بودن این ویدیو رو به پایان میبرم. امیدوارم هممون دوچار زندگی باشیم، دوچار زندگی باشیم، زندگی در لحظه که خودش بالاترین سعادت. مرسی که دیدین و عذرخواهی میکنم اگر طولانی شد، سرتون رو درد آوردم. ممنون میشم که کانال ما رو هم سابسکرایب کنید اگر دوست داشتید، تاک نشان رو، و در واقع این زنگوله یوتیوب هم بزنید، ویدیو ما رو لایک کنید، کامنت بذارید. یه نکته دیگه هم که ما تو تلگرام یک سری اطلاعات و یک سری در واقع فایل های مکمل برنامه هامون رو تو تلگرام باهاتون به اشتراک میذاریم. اونجا رو هم حتما دنبال کنید، خوشحال میشیم. مرسی، تا ویدیو بعدی.